توهم شخص بودن. درون داستان شخص بودن افکار که حاصل عملکرد ذهن و هیچ کنترلی بر توقف و تغییرشان نیست جنبه شخصی پیدا میکنه و اتفاقات رو به عملکرد شخص ربط میده و به همین دلیل عمری در سرزنش خود و دیگران، رنجش از خود و دیگران و گناه و خجالت سپری کردیم و این روال میتونه تا ابد و تا زمانی که شخص را به عنوان انجام دهنده به رسمیت بشناسیم ادامه داشته باشد، چون شخص همیشه درگیر تمایلات و عدم تمایلاتشه. حالا ماهیت شخص چیه؟ یه فکر و یه احساس که مطلقاً بر روند اتفاقات هیچگونه تاثیرگذاری نداره. من، ما یا اشخاص فقط فکر می کنند که می توانند طرح را رقم بزنند. زندگی به همان گونه این که هست که این بدن و بدنها هم جزی از اونه، همیشه بر طرحهای شخص فضله می ریزه و هر نوع طرح شخصی هیچگونه اهمیتی براش نداره و طرح خودش رو پیاده میکنه. شخص بیچاره و درمانده تر از اونه که بتواند طرح رو رقم بزنه و به پیش ببره. حتی اون شخصی که به ظاهر از هر لحاظی دارای اقتدار باشد، اما اونم فقط یه ظاهره. با مرگ شخص در بدن زنده تمام توهمات شخص فرو می ریزد و دیگر فیلتری در بدن که رخدادها رو تعریف، تحریف و تفسیر کند وجود ندارد و زندگی در کاملترین شکل ممکن جریان پیدا می کند.